سلام بچه عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. به ویدیوی من خوش اومدید. سمیه ایمانی هم. سعی دارم توی ویدیوام بهت بگم که یادگیری زبان انگلیسی بدون گرامر اتفاق میفته. اول تو یاد میگیری چجوری به زبان انگلیسی حرف بزنی و اون موقع است که از گرامر در میاره، میتونی گرامرها رو خوبتر و بهتر یاد بگیری. این ویدیو درباره تعیین سطحه. من چجوری میتونم تعیین سطح بشم؟ از کجا بفهمم سطح هم چیه؟ من میخوام تو این ویدیو یه حقیقتی رو بهتون بگم که این که تو اگر نمیدونی سطح چیه، اگر هنوز نمیتونی به زبان انگلیسی حرف بزنی، اگر از حرف زدن یک کوچولو میترسی، نگرانی اگر حرف بزنی اشتباه کنی بقیه مسخرت کنن، برای اینکه تعیین سطح بشی نیاز به هیچ کس نداری. تو فقط کاری که میتونی بکنی خودت، حتی به تنهایی میتونی بری یه کتابی رو بگیری، شروع کنی از اول تمام کلماتی رو که الان میترسی حرف بزنی، نکنه اون کلمات اشتباه باشه و باعث بشه که کسی تو رو مسخره کنه به دلیل اینکه تلفظا رو خوب کار نکردی. افرادی که میرن تعیین سطح میشن، میرن حالا میگن سطح متوسط هستیم، تو اون سطح میشینن زبان انگلیسی میخونن، غافل از این که ما سطح اولیه رو خوب یاد نگرفتیم و اون کلماتی که از قبل باید بلد بودیم و بلد نشدیم و اون مکالمه‌ای که روز اول باید انجام میدادیم، یعنی از همون روزی که تو وقتی میری زبان انگلیسی یاد بگیری باید بتونی مکالمه کنی، همون مکالمه اول باید خوب یاد بگیری، ولی این اتفاق برای تو نیفتاده و میری تعیین سطح میشی و میری سطح متوسط یا سطح پیشرفته میشینی، غافل از این که هنوز نمیتونی مکالمه ابتدایی سطح مبتدی رو خوب انجام بده و این باعث میشه که تو فکر کنی خودت مشکلی داری، در صورتی که برای اینکه به زبان انگلیسی حرف بزنی حتما باید مراحل اولیه رو رفته باشی. در غیر این صورت یادگیری زبان انگلیسی، حرف زدن به زبان انگلیسی برای تو غیر ممکن است، چون اون اصول اولیه رو رعایت نکردی و حالا بنابر تعیین سطحی که شدی، که معمولا افرادی که میان تعیین سطح میکنن مخصوصا توی آموزشگاه‌ها، فرد میره توی سطح بالاتر از سطحی که باید میشینه، چون میگن فرد حوصله‌اش سر میره، فرد دیگه حوصله نداره جملات اولیه رو بخونه، غافل از اینکه این موضوع خیلی اشتباهه، چون فرد سطحش میره بالا همچنان کلمات اولیه رو بلد نیست، چون کلمات اولیه رو بلد نیست، خوب کار نکرده، کلمات سخت‌تر هم خوب یاد نمیگیره و این اتفاق میفته که هیچ وقت نمیتونه به زبان انگلیسی حرف بزنه و چه بسا که باعث میشه زبان انگلیسی رو برای همیشه بذاره کنار، چون فکر میکنه مشکلی داره، ضعفی داره و نمیدونه که ضعف از اون نیست، ضعف از این هست که اشتباه تعیین سطح شده. برای اینکه خیال شما راحت بشه، برای اینکه خیالت راحت بشه که میتونی تمام جملات رو به انگلیسی بگی، بهترین کار برای اونهایی که میخوان خیلی اصولی یا حرفه‌ای زبان انگلیسی رو یاد بگیرن اینه که بره از اول شروع کنه. خیلی از کلماتی هستش که ما روزهای اول خوب اونها رو کار نکردیم و در سطح خیلی پایینی از زبان انگلیسی درجا زدیم و نمیدونستیم چجوری باید اونها رو کار کنیم و همینطور پله پله بدون اینکه بدونیم اون کلمات و جملات رو خوب تکرار کنیم، تلفظشون چی هست، آواشون چی هست و اینکه من چجوری باید اینها رو بخونم، گوش کنم و این تکرار برای ما صورت نگرفته و من همینطوری بی هدف رفتم سطح بالایی از زبان انگلیسی رو نشستم و اونها رو دارم گوش میکنم، وقتمو دارم میذارم و فکر میکنم دارم زبان انگلیسی یاد میگیرم و چون فکر میکنم میتونم برگه امتحان حل کنم، میتونم به تمام گرامرها جواب بدم و سطح من بالا است، غافل از اینکه اگر هنوز موفق به حرف زدن نشدی، خیلی خیلی برای تو ضروریه که بری از اول شروع کنی، از همون کلمه اول، همون کاری که خودم انجام دادم وقتی که رفتم دانشگاه، حتی رفتم اومدم دیدم اون زبان انگلیسی اون چیزی نبوده که من اونجوری که دلم میخواد نمیتونم حرف بزنم، هنوز ترس از گفتن بعضی از تلفظات کلمات رو دارم. به همین خاطر من اصلا نرفتم تعیین سطح بشم، رفتم شروع کردم به از اول خوندن زبان انگلیسی، از همون کلمه hello شروع کردم به زبان انگلیسی و گوش دادم به فایل صوتی کتاب. من نیازی به استاد نداشتم، چون فایل صوتی کتاب یک فرد امریکایی، یک فرد زبانشناس اون رو برای من طراحی کرده و من با گوش دادن به فایل صوتی کتاب تونستم تمام کلمات و جملات رو عین خود فایل صوتی گوش بدم و تکرار کنم و اینطوری شد که من بتونم به زبان انگلیسی حرف بزنم. گوش کردم و تکرار کردم. بچه‌ها انتظار نداشته باشید کلمات
کلمات و جملاتی رو که اصلا به گوشتون نخورده خودتون بتونید اونها رو بگید. ببینید وقتی ما میخوایم بریم به یک مصاحبه رو انجام بدیم، وقتی با یه نفر قراری داریم، قبل از این که ما بریم سر قرار اون جملات و اون کلمات رو تو خودمون زمزمه میکنیم، حتی به زبان فارسی، حتی به زبان مادرمون، هر حرفی رو که میخوایم بزنیم قبلش ما اون حرفا و اون جملات رو توی ذهنمون میگیم، تکرار میکنیم، بعضا مینویسیم. زبان انگلیسی هم همین کار رو باید انجام بدید. انتظار نداشته باشید اگر جمله یا کلمه ای رو تا حالا گوش نکردی، تکرار نکردی، بتونی خیلی راحت بگی. الان اگر ما میتونیم به زبان فارسی خوب حرف بزنیم به خاطر تکرار زیاد جملات و کلمات بوده. متاسفانه مشکلاتی که تعیین سطح داره برای افراد به وجود میاره این که اونها فکر میکنن زبان انگلیسی رو خیلی خوب بلدن و میرن سطح بالا میشینن و نمیتونن زبان انگلیسی رو اونطور که باید یاد بگیرن، از پس مکالمه‌های اولیه بر نمیان و میرن سطح بالاتر از اون سطحی که باید میشینن. این باعث میشه زبان انگلیسی رو هیچ وقت یاد نگیرن. پس نگران تعیین سطح نباش، دنبال تعیین سطح نرو. اگر میبینی خودت نمیتونی به زبان انگلیسی حرف بزنی، شروع کن یک کتابی رو تهیه کردن که فایل صوتی داشته باشه. من تاپ ناچ رو بهت معرفی میکنم که فایل صوتی داره و به خودت کمک کن. چجوری؟ این که من برم به اون فایل صوتی گوش کنم و با گوش کردن فایل صوتی و تکرار اون تمام جملات اون رو سعی کنم تکرار کنم، سعی کنم اون جملات رو بعد از گوش کردن زیاد و تکرار زیاد بنویسمشون و یه کاری کنم مثل زبان مادریم جملات زبان انگلیسی هم برای من عادی بشه که بتونم اونها رو بگم، نه اینکه انتظار داشته باشم من دوره مبتدی رو خوب نرفتم و عجله کنم برم سطح بالاتر بشنم و فکر کنم که من زبان انگلیسی رو اینطور بهتر یاد میگیرم و فکر کنم که این کلمات و جملات مبتدی منو خسته میکنه. یه چیزی که تو آموزشگاه خودم هم تجربهش کردم که بارها اساتید به ما میگفتن که این بری اگه سطح پایین بشینه فرد حوصله‌اش سر میره. بچه‌ها اگر شما خوب بتونید اون تلفظ رو داشته باشید بعد از گوش کردن و یاد گرفتن و بتونید کلمات رو تکرار کنید، هیچ وقت خسته نمیشید از جملات، هیچ وقت، هر روز بهتر میشید. ببینید ما زبان فارسی رو همون جملات مبتدی رو با تکرار زیاد هی داریم تو حرف زدن بهتر میشیم، تو کارهایی که از قبل بلدیم هی داریم با تکرار اونها بهتر میشیم. ما سلام و احوال پرسی به زبان فارسی خسته نمیشیم هیچ وقت. برای چی باید به زبان انگلیسی اگه بریم سطح پایین‌تر بشینیم خسته بشیم؟ چرا تکرار زیاد ما رو خسته باید بکنه؟ این اصلا اینطور نیست. هر چقدر شما اگر اگر میخواید زبان انگلیسی رو گوش کنید با فایل صوتی گوش کنید. یک فرد نیتیو باید به شما، یعنی یا با فیلم باشه یا فایل صوتی باشه یا پادکستی باشه، اون رو برید تکرار کنید. هیچ وقت جملات یک فرد ایرانی رو نباید تکرار کنید. یک جملاتی رو که هنوز بهش تسلط پیدا نکردید نباید سرخود تکرار کنیم. باید حتما اون جملات رو گوش کنیم و تکرار کنیم، گوش کنیم، تکرار کنیم، بنویسیم. یه پروسه‌ای داره که باید اون پروسه رو ما طی کنیم. باید عضلات صورت ما به حروف‌ها و کلمات زبان انگلیسی عادت کنه. باید اون مراحل اولیه رو طی کنیم. باید اون کاری که باید انجام بدیم رو انجام بدیم، بعد بریم سطح بالاتر. اگر می‌بینی که خودت هنوز نمیتونی اونطوری که دلت میخواد حرف بزنی و جملات رو بگی و نترسی از حرف زدن، اگر می‌بینی این اتفاق هنوز در تو نیفتاده، باید بری از سطح پایین شروع کنی و این هیچ اشکالی نداره. اگر نگران قضاوت دیگران هستی، خودت میتونی با فایل صوتی توی خونه بعد از چند ماه گوش کردن، تکرار کردن، حتی ABCD. بچه‌ها من بدون اینکه به کسی کار داشته باشم رفتم از ABC دوباره از اول زبان انگلیسی رو شروع کردم. لذتی که توی یادگیری زبان انگلیسی وقتی داری تلفظ رو درست میگی، وقتی که به جای اینکه بگم هلو میگم هلو، های، وقتی که این لذت رو میبینم، وقتی میبینم عین نیتیو، عین خود فایل صوتی میتونم حرف بزنم، خیلی ذوق زده میشم که من زبان انگلیسی رو بالاخره همونجور که دلم میخواست یاد گرفتم. دیگه خجالت نمیکشم جلوی کسی بخوام بیام به انگلیسی حرف بزنم. اون کانورسیشن اولی که توی کتابه تو سطح مبتدی است، تو بارها میتونم تکرار کنم و اون رو عین خودش میتونم بگم. من میتونم به زبان انگلیسی حرف بزنم، نه انگلیسی رو به فارسی حرف بزنم. نمیام بگم های how are you، میگم hi how are you، how are you، hello. چرا؟ چون خوب گوش کردم. اون
اون زمانی که میذاری برای اون دوره اولیه، برای مبتدی، اون وقتی رو که میذاری هر چقدر بیشتر پایه رو محکم‌تر کنی، زودتر به یادگیری زبان انگلیسی میرسی. میدونی چرا؟ چون پایه رو محکمش کردی. کلمات ساده رو خیلی تکرار کردی و این کلمات ساده و تکرار زیاد اونها باعث شده که تو کلمات سخته رو بهتر یاد بگیری و این یه شانس بزرگه برای تو. دیگه دستت بازه، هر چقدر که بخوای میتونی بری توی زبان انگلیسی پیشرفت داشته باشی، به مراحل بالاتر برسی. ویدیوهای بعدی منو حتما ببینید، حتما بهتون میگم که چجوری باید زبان انگلیسی رو بخونید که ازش لذت ببرید. فعلا خدا نگهدار.